بر ایمان آوردن بالکلی کفایت میکنه. یک و مصدقا لما بین یدی، تایید کننده استم برای او مضامین او مسائل بین یدی، او کتابا بین یدی که پیش از ما بود، من التورات، از تورات، ولی احل لکم که حلال بسازم برای شما، یعنی بیان حلال بودنش بکنم، بعض الذی، از بعضی او چیزایی که حرم علیکم حرام کرده شده بود بالای شما. و حرام از طرف الله نبود، خودشان سر خود حرام کرده بود. بله، یعقوب علیه السلام شیر و گوشت شتر که لذیذترین مطعومات به نزد خودش بود، بنابر که سر خود نظر کرده بود، او سر خود حرام کرده بود. اینطور حرام نه به خاطری که چیزی محبوب بود، یک امر سر خود نظر کرده بود، به خاطر پوره شدن نظر خود کار کرده بود. اما یا تحریف کردن، گفتنی سر ما حرام است. عیسی علیه السلام میگه کسایی که در دین مداخلات بیجا کرده و چیزی که الله حرام نکرده یا در جمله حرام شمرده، او را باید بیان بکنه. قرآن کریم مسئولیت یا رسالت پیغمبر این میسته. پیغمبر اول خو معجزه را پیش میکنه که تایید نبوت شوه، بعد از او کدام نقصاناتی که در دین سابق شده او نقصانات باید جبیره بکنه. از او خاطر هر پیغمبر که آمده، مردم که در دین کدام خلالا را پیدا کرده، پیغمبر دیگه او خلالا را از بین برده، بجز از پیغمبر ما. پیغمبر ما چون دیگه پیغمبر نمیه، در امتهای سابقه ذرایع و وسایل گناه منع نبود. در شریعت پیغمبر نه تنها که گناه خود منع است، هر چیزی که وسیله و ذریعه برای گناه است او هم منع شده، به خاطر که هیچ خلل در شریعت پیغمبر پیدا نشوه. با تاسف که پیدا نشوه، خو مردم ملاها عیدن همون ملای یهود جور شدن، آنقدر تحریفات در دین کردن که اصل چیری دین گم کردن، اصل چیری سنت گم کردن، بدعت رنگی چی داده؟ دین دادن. و مردم امروز شرک توحید میگن، توحید شرک میگن، سنت بدعت میگن، بدعت سنت میگن. تا پیروی قرآن و سنت بیدینی میگه، پیروی آرا و افکار مردم دین میگه. الله تبارک و تعالی رحم بکنه. بسیار سخت موضوع است. یکی از وظایف انبیاء علیهم السلام این میسته که مداخلاتی که مردم در دین کرده او مداخلات از بین ببره. عیسی علیه السلام میگه شیر شتر و گوشت شتر تنها یعقوب علیه السلام سر خود نظر کرده بود، من نبود، دیگه حرام نبود. او شما ایره کلیتان عمومی حرام کرده. کی ایره حرام کرده؟ حرام کننده خو الله تبارک و تعالی است. معلوم شد پیغمبری گپ میکنه. الله تبارک و تعالی در امت پیغمبر در رأس هر 100 سال یک مجدد پیدا میکنه. مجدد میشناسه؟ کسی را الله پیدا میکنه که دعوت به دین الله میده، به سنت رسول الله میده، مبارزه میکنه، مقابله میکنه. مثل شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله واقعا مجدد بود و صفاتی که برای مجدد است در شیخ الاسلام هست. بعد از او مجدد یقینا محمد ابن عبدالوهاب. اگر کسی انصاف داشته باشه کارا و کارنامه های از او را مطالعه بکنه، بعد از او درک میکنه که مجدد هست یا نه. لیکن امروز استعمار گرفت او را آنقدر بد معرفی کرده که حالی کس خود گفته نمیتونه. محمد ابن عبدالوهاب اگر خوب گفتی بس دیگه خلاص شدی، تو از دین برآمدی. حالان که نه، ما خوش نه بچه کاکای ماست نه بچه مامای ماست، نه کدام تنظیم داره که ما در او شامل باشیم. بله، قربانی خیلی قوی داده، فداکاری قوی کرده در احیای سنت کی رسول الله و در نشر اشاعت توحید الله و محو کردن شرک. از او خاطر ما به خاطر رضای الله قطعش دوستی میکنیم، به خاطر کی که اینی کار کرده. اگر مردم که میگه که نه اینطور کار داشت اینطور کار داشت، در مورد شیخ الاسلام هم امی گپ میزنه. ما یک شعار داریم، اگر کسی نعوذ بالله توهین کرده باشه علما را، توهین کرده باشه سلفه، اگر کسی قائل باشه که نعوذ بالله الله جسم است، اگر کسی قائل باشه که توهین پیغمبر و روزه قبر پیغمبر کرده باشه که ما پیغمبر از این قبر این بت است اینطور گفته باشه، ما از پیشش 1000 دفعه بیزار هستیم. صحیح شد؟ صحیح شد؟ ما را با کسی ما را منسوب نکنه. ما قطعی هر کس رابطه که داریم از نگاه دین داریم. اگر کسی خلاف دینش گپش ثابت شوه، ما از پیششان چی میباشیم؟ بیزار. از همین خاطر یک نفر مرا گفت که شیخ الاسلام مجسمه است. ما چرا گفتی جسم قائل است؟ ما گفتم اگر او جسمیت قائل شده باشه تو یک دفعه میگی کافر است، من 10 دفعه میگم کافر است. خلاص بگو دیگه.
خود تو خو رقم نیستی. خب من گفتم چرا ما را بسته میکنی که ما او رقم نیستیم؟ گرچه گپ در شان از او قطعا تهمت است، در یک کتابش پیدا کرده نمیتونه. شما از دروغ از خود ساختی مردم نامبد میکنی. او چرا نامبد میکنه؟ کتابایی که انسان بیدار میسازه، واقعا به دین آشنا میسازه. در این روزی طور عالمی نیست که در یک موضوع بحث بکنه و بدون کتاب شیخ الاسلام و ابن قیم شاگردایش ابن جوزی ابن کثیر بگویه کتاب خود در پای تکمیل برسانه. نمیتونه. الله امو قدر جرف علم، امو قدر وسعت علم برش نصیب کرده بود. اما امروز در جامعه ما بگویه نعوذ بالله لعنت برش گفته میشه. ما در موبایل دارم اینم اینجا یک ملا شیخ البانی رحمه الله، کسی که در عصر جدید بزرگترین خدمت در سنتی کی کرده؟ رسول الله در حدیث رسول الله کرده. او میگه او کافر است. چرا کافر است؟ میگه حدیث پیغمبر باطل میگه. یک قدر بیعقل است که نمیفهمه که حدیث باطل نمیگه، سندی حدیث چیست؟ بگوی باطل است، اصل نداره. چرا؟ به خاطر که راویش اینطور است و ایرا شیخ البانی نمیگه. شیخ البانی قدرت نداره که یک حدیث موضوع بکشه یکیش اصلا صحیح بکشه. شیخ البانی نظر به قواعد و ضوابطی که علمای قبلی در نقل حدیث مانده، مطابق همو قواعد اونمو علما کدام فیصله در کدام سند حدیث کی کرده او را ای بری تو پیش کرده، یکا راوی‌ها را سر تحقیق میشه و بعد از او برات معرفی میکنه که اینی راوی در این سند چی است؟ بگوی ضعیف. پس حدیثی که توسط از این نقل میشه چی است؟ اینی راوی در اینجا کاذب است یا متهم به کذب است. پس حدیثی که توسط از این روایت میشه چیست؟ موضوع است. اینی طور است. خوی بیچاره نمیفهمه اونا. میگه نعوذ بالله شیخ البانی خنزیر میگه نعوذ بالله. ببینه اینطور حالت است. یا باز میگه بیادب شماستی. شما بیادبی مردم ببینی که اون بیادبی که باز براتون واضح شود. و مصدقا لما بین یدی خو این فی ذلک لآیه لکم، یقینا در این چیزی که تیر شد معجزه بزرگ است، دلیل بزرگ است لکم برای شما یا برای صداقت نبوتی ما. این کنتم مؤمنین، اگر هستی شما در صدد ایمان، اگر در صدد ایمان هستی یقینا امی براتون کفایت میکنه که این معجزه ماست. و مصدقا لما بین یدی من التورات، و تصدیق کننده است برای او کتابی که پیش از تورات، یعنی تورات تصدیق میکنه. ولیحل لکم، و دیگه که ما حلال بکنم برای شما بعد الذی حرم علیکم، بعضی آن چیزی که حرام کرده شده بود بالای شما. و جئتکم، آوردن کردیم برای شما بیایت، به این طور نشان معجزه نبوت من ربکم، از جانب پروردگارتان. اینا ما نبوت خود چی کردیم؟ ثابت کردیم. خب آلی عزیزا برای ما معلوم میشه که دین عبارت از همون شریعت و احکامی است که الله روان کرده و او را کسایی که مداخلات و زیاده‌روی دو کرده، پیغمبر مکلف است که زیاده‌روی ها را یک طرف کنه، حقیقت دین سوچه و صفاف بکشه. از او خاطر اینجا به مردم اعلان میکنه که در رأس دعوتم چی قرار داره؟ فاتقوا الله، از الله بترسی. از الله ترسیدن نظام الله را قبول کردن، به نظام الله تسلیم شدن است که را توحید میگه. و اطیعون، تابعداری مرا بکنه، یعنی دمی تسلیمی احکام الله، در عملی احکام الله تابعداری مرا بکنه، در نقش و قدم مرا روان شوه. دین عبارت از دو چیز می باشه، یکی احکام الله را تسلیم شدن، دوم احکام الله را به نقش پیغمبر عملی کردن. اینی را به نام شریعت و دین یاد میکنه. هر پیغمبر که آمده اینمی اعلان کرده که فاتقوا الله و اطیعون، از الله بترسی، یعنی احکام الله را مکمل بپذیره. خو لیکنی پذیرفتن به کدام نقشه باشه؟ و اطیعون، به نقش قدم کی؟ امو پیغمبر امو زمانه. از او خاطر دین مجموعه احکام الله ولی با نقشه و تشریع کی؟ پیغمبر است. این طرف و طرف کسی نکنه. ان الله چی دعوت میده؟ روزای اول است. عیسی علیه السلام متهم است، مردم برش ولد و زنام میگه نعوذ بالله. نه ایگه پاره برش میگه، لیکن میکنه که مداهنت کنه که والا باز قوم از پیشم یاغی نشوه، یک چند روز خیر است، قطعی مردم هم میتور شرک کده میرم، در ختما شریک میشم، بدعه اسقاط میگیرم، سرسایه را جمع میکنم، باز کدام وقت یارا میگم کی گپانا را واسطه. این طوری نمیشه. روز اول ان الله ربی، یقینا الله ربی ماست،
مالک و متصرف امام است و ربکم مالک و متصرف شما است. رد میکنه بالای یهود هم رد است، بالای نصارام یهود بالایشان رد است. چرا؟ معجزه نبوت آشکارا پیش شده، لیکن یا بازم نعوذ بالله تفرید میکنه، بازم عیسی علیه السلام ولد زنا میگه. لیکن نصارا هم رد میکنه که ای نصارا من الله نیستم. چرا؟ مثل که شما پیدا شده من پیدا شدم، شما محتاج هستی من محتاج هستم. اینمی قسم که مالک و متصرف سر شما الله، سر من الله است. ضرورت به الله دارم، شما هم ضرورت به الله داره. بس ما را ابن الله یا الله معرفی نکنه. فإن الله ربی و ربکم، یقینا الله مالک و متصرف امام است و مالک و متصرف شما است. فاعبدوه، عبادت یک الله را بکنه. دین مجموعه دو چیز است، عقیده و عمل. در اینجا میگه این الله ربی و ربکم، الله مالک و متصرف ما و شماست. عقیده در اینجا تکمیل شد. آلی عمل چطور شد؟ فاعبدوه، یک عبادتی الله را بکنه. ای تکمیل چی است؟ عمل است. اینا استدلال میکنه عیسی علیه السلام از توحید ربوبیت بالای توحید چی؟ الوهیت. وقتی که الله مالک متصرف ماست، هیچگاه شایسته نیست، لایق نیست که مالی عبادت برای کسی دیگه بکنیم غیر از کی؟ چی ما باشم چی شما باشه، هر کسی کی باشه. تو نمیشه که شما علی عبادتی مرا بکنی. باز بعد از اون عبادت یک الله. ما در نمازهای خود میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یا الله بر ما راه درست برابر بکو. صراط مستقیم چیسته؟ 4 مصداق براتون در اول ترجمه گفته بودم. یک مصداقش عبادتی کی؟ یک الله را کردن. عبادت یک الله را کردن چیست؟ صراط مستقیم. یعنی عقیده توحید داشته باشی که کل عبادتایت برای الله باشه، به مخلوق نباشه، اینی راه مستقیم است. پس کسی که عبادت یک الله را نمیکنه، به دیگران نظر میکنه، بعد از دیگران دعا طلب میکنه، به نام دیگران ذبح میکنه، در وقت مشکلات و حاجتات دیگران آواز میده و مشکل کشا و شفا دهنده مو را میدانه، اولاد دهنده مو را میدانه، اینجا باز ای قطعا عبادت الله را نکرده، در صراط مستقیم نداره. هذا صراط مستقیم، عبادت یک الله را کردن یک مانا. هذا این دین کامل که از عقیده و عمل است، که عقیده تکمیل شده این الله ربی و ربکم، و عمل تکمیل شده فعبدوه. اینمی دین کامل از نگاه عقیده و عمل. صراط مستقیم رای چیست؟ برابر به الله تبارک و تعالی رسیده نیست، رایی که سبب نجات انسان میشه. الله نصیب ما بکنه. فلما حس عیسی منهم الکفر، هرگاه که دید احساس کرد عیسی علیه السلام از مردم الکفر، کفر انکار نقبول شدن. قرآن براتان میگه پیغمبر آمد عیسی علیه السلام واره معجزه در دست داره، یک کوری مادرزاده جور میکنه، مرض پیس جور میکنه، مرده را زنده میکنه، چقدر شکلی پرنده را جور میکنه از گل، بعد از او دعا میکنه به حکم الله پرنده حقیقی میشه. از این کده معجزات دیگه کجاست؟ لیکن قوم گپاش دعوت چی داده؟ دعوت برشان نداده که اینی قدر پیسه را جمع کنی برای ما بده، یا مرا ملکی بده، یا مرا پاچایی بده. هیچ چیز طلب هم نمیکنه، فقط طلب میکنه از این مردم که یک عبادتی کی را بکنه؟ الله را. چی در مقابل عکس العمل است؟ عکس العمل گلا در گردن انداخته نمیشه. ملایی که یک دفعه از قریه رانده نشد، ملایی که سنگ نخورد، ملایی که در مقابلش گپ زده نشد، ملا نیست. اصلا ملا نیست. ملا و ملنگ است قطی مردم موافقه کردن، ملا نیست. ملنگ است قطی مردم. ملا حق بیان میکنه که حق بیان کردی، مردم در مقابل چیز میخیزه. آل امامت کردن نمیتونی که 20 نفر در 50 نفر سر دستاد است، یک نفر که مسجد جور کرده او استاد نیست، تو را چی میکنه؟ میکشه. دیگه نفر آلی خلاصگیریت پیدا میشه، چی میکنه؟ وکیلای چاپلوس برات میاد مولوی صاحب چی کنیم؟ واقعا گپایت حق است، ولی یک کمی نزاع پیدا میشه. امی قوم تفرقه خوب نیست ملا صاحب، نه بیا دیگه اعلام کن. چرا؟ به خاطری که وکیل صاحب قطی ملای دیگه هر پنجشنبه در ختم میرفت، پیسه را هم میگرفت. وکیل صاحبان بود دیگه، حالی قیتو ختما گم شد حالی دیگه هیچ گپا نیست، میلادا گم شد، اسقاطا گم شده. حالی نه وکیل خوشید داره و نه آجی خوشید داره. اصلا مطوریانه باز غلی کده ایره فریب میده که تفرقه خوب نیست.
کسی جا مرد پیدا نمیشه که گپ حق است. یک نفر و مردم این مولا سرش چی انتقاد داره؟ اینی گپ داره، این انتقاد غلط است یا درست است؟ اگر غلط است علمای تانه بیاره قطش بشانه که غلطی از زیر ثابت کنه که ما ای کنم شه. اما اگر غلط نباشه این قابل کشیدن نیست. کشیدن از این بیعزتی عزیز. ما از این دفاع میکنم، از آبرویش دفاع میکنم، از حق دفاع میکنم. خیلی خوب که بازم نمیمانه، ما امی قسم عالم چی میکنم؟ میخواهم امی قسم عالم بیاری که برای ما درس قرآن بده، حدیث بده، حقایق بیان کنه. باز بعد از وقت شما توافق دارم که وا پیدا میتونه نمیتونه. اما در این مواقع کلگی چی میکنه؟ بگوی امروز در مورد مولا گپ زده میشه، اما خیلی دینداری ما سلفی که خود میگیره او از خانه در مسجد نمیاد، در جماعت گم که میگه باز خوب نیست. نه، تو در این موقع اول بیا اعلان کو که ما اینمی مولا را قبول دارم، دیگر را قبول ندارم. تو این را قبول نداری، ما دیگر را قبول ندارم. بیای که اردوی ما امتحان بده، بیای که خدمات مقایسه کنیم. مولای سابقی خودم اولی خودم تا دین روز بچه ما کلمه نمیفهمید، امروز بچه ما الحمدلله در کجا رسیده. خودی ما یک حدیث یاد نداشتیم، بیگاه و سبا مکمل حدیث بیان میشه، در سر منبر واقعیت بیان میشد، عالی برای ما واقعیت بیان میشه. چطور تو این را قبول نداری؟ بگو برم. لیکن غیرتا نیست، غیرت وجود نداره. قدرت الله، هر کس خود شانه خالی میکنه، میگه در جنجال واقع نشوم. در جنجال اگر این طور می بود انبیاء علیهم السلام خود در جنجال واقع نمیکرد. عیسی علیه السلام بعد 7 سال بیرونی اتاق نمیشد که مردم اج نمیدید، کی را تهمت میزدن که از کجا شدی، اینطوری نمیکرد. لیکن برآمده به مردم اعلان کرده. فلما حس عیسی منهم الکفر، هرگاه که احساس کرد، معلوم کرد عیسی علیه السلام از قوم خود کفر، یعنی اذیت رساندن، پس از اینکه معجزات برشان نشان داده، اوتر معجزاتی که بشر و انسان هیچ نوع توانایی طاقت نداشتن که اوتر معجزات آورده بتانه. نه آلی دیگه چی میگه؟ قال من انصاری الله، گفت که استمداد کننده ما، پشتیبانی ما الله، بسوی دین الله، که برای حفاظت دین الله قطعا همکاری بکنه در مقابل مخالفین. کی است؟ قال الحواریون، گفتن حواریون دوستای مخلص عیسی علیه السلام، نحن انصار الله، ما امداد کننده دین الله تبارک و تعالی هستیم، همراه تو کمر بستگی میکنیم. آمنا بالله، ما عقیده به الله داریم، یعنی موافق دعوت تو ایمان عقیده داریم. و اشهد باننا مسلمون، تو شاهد شو که ما مکمل تسلیم شدیم برای کی؟ الله تبارک و تعالی و نظامش. اینا اسلام ذکر کردن که حقیقت دین است. کدام گفت؟ آمنا بالله تکمیل عقیده بود. و اشهد باننا مسلمون، ما در تمام اعمال تسلیم به حکم کیستیم؟ این تکمیل عمل است. این اسلام یا دین عبارت از این دو چیز است، تکمیل عقیده و تکمیل عمل. خب قرآن درس میده به یک نفر این چیز نمیشه، قطع یک دست بگوی صدا نمیبرایه، ضرورت داره. چرا ما و شما برای کامیابی دعوت چند طایفه را ذکر کرده بودیم؟ 4 دعوتگرا که انبیاء علیهم السلام بود، 2 صدیقین، 3 شهدا، 4 نه کسای باشه این دعوت خامو طور پیش نمیره. از او خاطر عیسی علیه السلام آواز داد کیست؟ که امدادی مرا، کمربستگی مرا بکنه برای خدمت دینی کی؟ الله. کمربستگی برای چیزی دیگر نه، برای نه که بچه کاکا و بچه ماماستی، برای از اینی که فلان خان هستی، فقط برای خدمت دینی کی؟ الله. کیسته؟ حواریون. خیست حواری کسی را دوست مخلص میگه، او بعضی میگه یا سحور گرفته شده سفید میگه، او یارا به خاطر حواریون میگه که قلبایشان صاف بود، خب دوستی صفا داشتن. او بعضی میگه نه، کلی از یا دوبی بودن، کالا را میشوشتن صاف میکردن، از او خاطر حواریون برش میگفت. شده میتونه امی کسایی که خدمتگارا و چیسته لشکر عیسی علیه السلام است، اکثر پیششان چی باشه؟ دوبیگری باشه. به هر ترتیب یا دوستای مخلص بود، عیسی علیه السلام از یا کمربستگی را طلب کرده و یا آماده شده. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول، یا گفتن پروردگار ما ایمان داریم به آن چیزی که تو فرستاده ای، کدام حکم، کدام کتابی که مشتمل به تمام احکام است فرستاده ای، به سر و چشم قبول داریم. خو لیکن و اتبعنا الرسول، تابعداری پیغمبرم کردیم،
تو نیست که ما چیسته همونطور سر به خود روان باشیم، بس از خود نظام جور بکنیم. نه، تابعداری پیغمبریت هستیم. نه، این تعهد به نام اتباع رسول است، نه برای تقلید رسول بگویم. اتباع رسول امر لازمی است از جانب الله و این مردم امی گپ درک کرده بود، به الله اظهار کرد. به الله چی کرد؟ که ما تابعداری پیغمبر هم میکنیم، اتباع پیغمبر امر ضروری است. حالی دیگه بازی تو نمیگه که واتبعنا عیسی. چرا نمیگه؟ ما تابعداری عیسی علیه السلام از روی از این نمیکنیم که بچه کیست است، کجا است، چقدر سال داره. نه 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 نه، از حیثیت ازی میکنیم که رسول است. چی است؟ الله روان کرده. فاکتبنا مع الشاهدین، ما را دعاست، یعنی ما را نوشته که امرای کسایی که حاضر در جماعت کامل دین باشه. ما مردمای شاز پراگنده نباشیم. کدام جماعت مرکزی که خدمت دین نمیکنه الله ما را از او جمله شمار بکو. از او خاطر، به خاطری که تو دعوت بکنی، در دعوت داخل باشی. از اینجا برای ما معلوم شد که وا گفت به تمام کتاب هم عقیده داریم، خب فهم کتاب به تابعداری کی پیغمبر باید بدانیم. حالی ما قرآن به فهم پیغمبر صحابه باید بدانیم، از خود نگویم معناهایی که در حدیث ثابت است اونو را بگویم، خلاف کرده نمیتونیم. و مکروا و مکر الله، دعوت عیسی علیه السلام شروع شد، یهود اونجا خارجشون برشان شد که آل تمام دین یهودیت از بین میره. چرا؟ در یهودیت خو انحرافات خیلی زیاد شده، کمی و کاستی، اصلی تورات باقی نمانده و عیسی علیه السلام میگیره مقابله از او را میکنه، ما رسوا و شرمنده میشیم، حکومت و پاچایی ما از دست میره. از او خاطر دشمنی را با عیسی علیه السلام آغاز کردن. حتی پاچای فلسطین در او زمان که بود رفتن جاسوسی کردن که اینی تو کسی پیدا شده میخواه حتی پاچایی تر از بین بره، دین پدرایتان از بین ببره. از او خاطر اعلی مقابله بکار است. از او خاطر الله از او پلانا و سازشایی که وا در حق عیسی علیه السلام داشتن اینجا ذکر میکنه. و مکروا و مکر الله، سازشا کردن، پلانا طرح کردن، نقش اندازی کردن اینمی مردمای کافر در مقابل عیسی علیه السلام. و مکر الله، تدبیر کرد الله تبارک و تعالی به تدبیر نیک. نسبت مکر که به بنده میشه سازش و نیرنگ و قلاب بازی و گپاست، نسبتش که به الله میشه باز اونجا چی است؟ تدبیری درست است که او حتما کامیاب شده نیست. والله خیر الماکرین، الله تبارک و تعالی بهترین تدبیر کننده هاست. یعنی الله بهترین تدبیر کننده است. کسایی که در مقابل تدبیر میکنه الله میتونه او را چی بکنه؟ سازش‌ها و امو نقشه های شقت خاک یکسان بکنه. امو ترام شد. اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک، قابل یادآوری است در آن وقتی که گفت الله عیسی علیه السلام انی متوفیک، ما تو را پورا گرنده هستم، و رافعک یعنی امرای روح و جسد، و رافعک بلند کننده هستم تو را الی به سوی خود، و مطهرک پاک کننده هستم تو را از تهمتای مردم، من الذین کفروا از کسانی که کافر هستند، و جاعل الذین اتبعوک گرداننده هستم کسانی را که تابعداری تو را میکنه، فوق الذین کفروا بالای کسانی که کافر هستند، الی یوم القیامه تا روز قیامت. ثم الی مرجعکم، بعد از باز خاص به سوی ما مرجعکم بازگشت شماست، فاحکم فیصله میکنم بینکم در بین شما، فیصله عملی اگرچه فیصله نظری در دنیا شده، و فی ما کنتم فیه تختلفون در آن چیزی که شما اختلاف میکردی. در اینجا موضوع بالا کردن عیسی علیه السلام است. مفسرین چند نظر دارد. اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگه توافی به سه قسم است. یکی توافی یعنی گرفتن، مثل که در خواب الله تبارک و تعالی یک نوع روح انسان میگیره که تو را فاقد چی میکنه؟ حواست معطل میشه، احساس نمیکنی. دوم قسم توافی در مرگ است که بالکل تو را میمیرانه. سوم قسم توافی روح و بدن است، یعنی پورا گرفتن روح و بدن است.